نکته دوم که بالاخره مناسبت روز من و شما هست، امروز یا فردا 1 سال از واقعه خونین زاهدان میگذره. آن جنایتی که سبحان الله قلب هر انسان آزاده، نه مسلمان، انسانی باشه که بوی از انسانیت برده باشه، فطرت انسانیت در وجودش باشه و به نوعی احساس در وجودش باشه، وقتی این حادثه را شنید بی اختیار کار دیگه که نمیتوانست بکنه، اشکهایش ترازیر میشد. سبحان الله 1 سال را ما با این درد و غم سپری کردیم. واقعا این درد بسیار سنگینی بود بر دل مردم مسلمان، نه تنها استان ما، نه تنها مردم زاهدان و خاص، بلکه تمام مردم ایران، مردم دنیا، اونهایی که عرض کردم اهل انصافن. 1 سال گذشت از این واقعه، چیزی که بیشتر ما را رنج داد نه این که اونها شهید شدن، اونها همه دامادهای جنت شدن. شهدا همه اونها که در صدر اسلام در بدر و حنین و احد و همه اونها و شهدای اخیر ما و شما، همه اینها را الله پاک عقدشان را با حوران جنت بسته. اونها دارن در بهشت بهترین ناز و نعمت را بهرش را میبرن. اما چیزی که بسیار ما را بیشتر از قبل آزار داد، متاسفانه تا امروز ما ندیدیم در قبال مسببان و عاملان و آمران و حمایت کننده های اینها، ما که چیزی ندیدیم. و این خواسته فکر نمی کنم بی جای مردم باشه، خواسته به حق مردمه. مردم بدانند برای چی اینها را کشتن، به ای ذنب قتلت. خدا میگه در قرآن، آیا مردمی که سلاحشان سجاده بر دوششان بود، رفته بودن نماز بخوانن، مردان و زنان، آیا اینها را بعد از نماز به عنوان دستمزد بایست اینها را به رگبار ببندن؟ سبحان الله. خدایا تو چه خدایی، چه قدرتمند ذاتی که همه این صحنه ها را میبینی. خدایا آن روز چه روزی خواهد بود که دست عدالت تو به نمایش در بیاد، تو عدالت را به کار ببندی. خدایا آن روز تو جرمی که اینجا مرتکب شدن مجرمان و اونهایی که مردم را شهید کردن، خدایا تو عدالتت را به رخ دنیا بکشانی و بساط و پوز و ریشه این ظالمان دنیا را خدایا تو از ریشه در بیاری. این خواسته به حق این مردمه. و تمام موضع‌گیری های حضرت شیخ الاسلام از آن جمعه به بعد همه در راستای احقاق حق همین مظلومان بوده. چیز دیگه ما از ایشان نشنیدیم. شما بیایید اگر چیزی شما شنیدید، این خطبه های روشنگرانه، این صحبت های حکیمانه و همه در راستای اینی که حق را به حقدار بدن. این خدا از ما خواسته، حق طلبی، حق خواهی، عدالت خواهی. مسیری که حضرت شیخ الاسلام طی کرده این مسیر بوده. دغدغه‌اش، فکرش، ذکرش، زندگیش تمام شده همین احقاق حق مردم. نه تنها مردم استان بلکه تمام مردم ایران، فارغ از هر رنگ و نژاد و زبان و مذهب و هر چه که هست، شعارش اینه که ایران برای همه ایرانیانه. حالا دارای هر مذهبی باشه، به ما چه ربطی داره؟ کسی دست را میبنده یا باز میکنه، کسی خدا را قبول داره یا نداره، خودش داخل قبر خدا را جواب بده. مگر ما از طرف خدا نیابتی پیدا کردیم؟ خدا به ما چیزی داده که شما مردم را مؤاخذه بکنید؟ نخیر، خود خدا میدانه این هم بنده خدا هستن. اگر غلط عمل کرده خودش خدا را جواب بده، درست عمل کرده باشه بهترین پاداش ها را خدا بهش میده. اینه که تمامی موضع‌گیری های حضرت شیخ که حکیمانه بودن در راستای عدالت خواهی و حق طلبی و دفاع از حقوق مظلومین در طول 1 سال گذشته، همه این مواضع از نظر ما مردم مورد تایید ماست. خدای عزوجل سایش را از سر ما و شما کم نکنه. خدای عزوجل بر توفیقاتش روز به روز بیفزاید. از تمامی مکر و حیله و نقشه و هر توطئه و ترفندی که دیگران برایش میچینن، الله عزوجل در پناه خودش حفظش بفرماید. و همچنین تمامی دلسوزان دیگر.
هر کسی دلش برای مردم میتپه، هر کسی دلش برای دین خدا میتپه، هر کسی خیرخواه این مردمه، الله عزوجل او را در پناه خودش حفظ بکنه. و ما این را به عنوان یک خواسته ملی ما مردمه، خواسته ما مردمه. بالاخره این کمترین حقی به ما بگن برای چه ما را زدن، چرا، چه جرمی کرده بودیم؟ آیا جرم سنگ پراکنی گلوله که نیست؟ و آیا اونهایی که در مصلا زده شدن اونا چه جرمی کردن؟ سر نماز، زنها. حالا من آماری ندم که یه بار آمار دادم رفتم چندین جا جواب دادم که آقا شما چرا این آمار، هر چه که بوده، هر چه آمار، چیه که چه 50 چه 100 هر چه که هست، انسان کشته شده، اینه که دیگه دنیا تمام دیده، چیز قابل کتمانی نیست، خودشان هم قبول کردن. ولی چرا با کسانی که این کار را کردن تا امروز ما که چیزی ندیدیم؟ بگن بابا این سرباز، این درجه دار، این فلان، مثلا این خودسر این کار را کرده، ما که چیزی ندیدیم. شما دیدید مردم؟ چیزی ما ندیدیم. حداقل یک نفر را می آوردن میگفتن آقا مثلا این آقا کرده. ولی این به شعور ملت داره توهین میشه. این مردمی که همیشه این مردم کسانی بودند که جان دادن اما یک وجب از خاک این وطن را به بیگانه ندادن. انگ و تهمت تجزیه طلبی در اون روزها به ما زدن. ولی قربان به عدالت خدا برم، خدای عزوجل همونهایی که این تهمت ها را به ما زدن یک روز آمدن در تلویزیون گفتن نه این تهمت بیجای بود، ما به مردم زدیم. بله حقیقت هم همینه. مردم ما نه تجزیه طلبن، مردم ما نه اشرارن، مردم ما نه فلانن. چیزی که ما را در جای دیگه قبلا ما را تابلوی ما را نشان داده بودن. اگر کسی با لباس بلوچی جای میرفت، خود ما یه بار رفتیم یک جای با یک عزیزی همراه بودیم، یک کسی بنده خدایی به ما گفت فلان، نمیدونست ما، گفت آقا چند کیلو مواد آوردی با خودت؟ سبحان الله. چون بس که فیلم درست کرده بودن و ما را تابلوی در جای دیگه به عنوان قاچاقچی و نمیدونم خلافکار و فلان. ولی قربان عدالت خدا برم، بعد از جمعه خونین زاهدان یکی از برکاتش اینه که دید مردم ایران خصوصا و دنیا نسبت به قوم بلوچ 180 درجه تغییر کرد. امروز این لباس در تمام دنیا لباس افتخاره، این لباس افتخاره، این لباس غیرته، این لباس وطن دوستیه، این لباس خیانت نیست، این لباس وطن فروشی نیست، این لباس تجزیه طلبی نیست، این لباس وطن دوستیه. حب الوطن من الایمان، محبت کشور از ایمان ما اجازه نمیده که ما وطن را به دیگران بدیم. خدایا همانطور که تو قادر بودی بعد از این همه سال بالاخره سمپاشی ها امروز نظر دیگران را نسبت به ما مثبت بکنی، خدای از تو عاجزانه خواهش میکنیم. در دنیا گوش شنوایی که ما احساس نمی کنیم، ولی خدای تو که میشنوی، چه ما داد بزنیم چه در دلمان صحبت بکنیم. خدایا از جای دیگه امیدوار نیستیم، فقط از در تو امیدواریم. خدای این دعا را میکنیم هر آن کسانی که در این قائله زاهدان و خاش و این مسائل مشکلات در ایران هر نوع دخالتی داشتن، هر نوع همراهی داشتن، خدای اگر قابل هدایتن هدایت، اگر نه خدای از روی زمین محوشان بفرما. خدا دلسوزان دینت را، خیرخواهانت را، خصوصا حضرت شیخ الاسلام را خدایا سایش را بر ما مستدام بفرما. از هر بلا و مکر و حیله خدایا توسط ملائکه آسمانت حفاظتش بفرما. خدای عاقبت همه ما را از این دنیا با نور ایمان بفرما.